این تصویر در اولهای هفته رسانه‌ای شد. طالبان با سلاح‌های خود در کوه بندی امیری ولایت بامیان در حال قایقرانی هستند و کارگردان ذبیح الله سال 2018 در این مکان فیلم نوبتی خود را با نام شبنم نواربرداری کرده بود. طوری که خود او میگوید در مجموع کارهای سینماییش از میان جنگ و دود عشق و هوس می‌آفرد. هیچ وقت از جنگ نگفتیم. هرچند هر کسی که در افغانستان فیلم ساخته از جنگ گفته. ما هیچ وقت از خشونت گپ نزدم. همیشه ما فیلمایی که میسازم فیلمایی هست که یک امید هست داخلش. ذبیح الله سیفی برای تفریح و با عیادت دوستان به این مکان میرفت. حالا او در تاجیکستان است و از رویدادهای کشورش باشد به واسطه سامانه‌های اجتماعی باخبر می شود. در افغانستان ذبیح الله سیفی با دو خطر روبرو بود. یکی از قوم هزاره و دیگر سینمافر بودند. او همگی 10 روز پیش از سقوط کابل افغانستان را ترک کرد. ذبیح الله سیفی تاجیکستان آمد و همفکرانش در اقصای عالم تیتو پریشان و بقیه دیگرش باشد مثل دیگران سقوط ناگهانی کابل گوشه‌نشینشان کرده است. تنها در فضای مجازی آنها یک جای هستند. فقط تصویر افغانستان که آن را از دریچه موبایل لمس می‌کند و خیالش او را به کوچه و خانه و سر دسترخوان مادر می‌برد. واقعا دلتنگ او روزهای هستم که ما برم و چند تا بیادرزاده خود بازی بکنم. ما برم کنار هم 15 نفر 20 نفر غذا بخوریم. ما خیلی دلتنگ این روزا شدیم. این عکس کیهان‌آوردان چینی می باشد که سنه 16 سپتامبر به زمین فرود آمدند و در همین سنه طالبان در افغانستان مشارکت زنها را در کار و خواندن دختران را در مکاتب‌ها متوقف ساختند. برای ذبیح الله دردآور است که چگونه قوانین اسیر میانگی را در عصر 21 روی کار بیاوری و زنها را از حقوق خود محروم سازی. دنیا در کجا رسیده؟ و تو میای قانون 1400 سال پیش میای برای جامعه تطبیق میکنی. اگر طالب توان میداشت، اگر طالب تکنولوژی میفهمید، وقتی آمد کابل گرفت، یعنی 40 روز تیر شده است از گرفتن کابل، اینا یک تا حکومت نتونسته بیان شکل بدن. طالبان بجز اتومات و تلفن همه چی را و حتی زندگی را ممنوع اعلان کردند. می نویسند کاربران کارنامه‌های اجتماعی. ذبیح الله سیفی به حساب خود 50 روز می شود در تاجیکستان است و هرگاه که دیده به عالم مجازی نظر می کند، عکس و تصویر و حکومت طالبان بر روح و روانش تاثیر منفی می رساند. حتی می گوید در مسافه 2 متر انفجار را دیده است و در خاطرش صحنه بعدی ترکش نقش بسته است. آدما در افغانستان خیلی راحت تر از یک بود که تو بیایی در یک کشور دیگه تو مگس بکشی، تو بیایی یک حیوان خیلی کوچک بکشی. ماه 5 تا انفجار داخل منطقه که ما هستیم میشده. شاید ما در یک ماه شاید بیشتر از 100 تا نفر میبینیم که میموره. دست نداره، پای نداره. تنها از کابل به خود 3 کتاب از فن سینما و یک جزدان در فیته مخصوص کاری خود کار ایجادیش را آورده است. مطمئن است که مسافرت خاتمه می‌یابد و آینده درخشان افغانستان را در پیش است.